ما دوره استیلای دیگری که در تاریخ ما بسیار متاسفانه نقش بد گذاشت، با 100 سالها تاریخ و فرهنگ و زبان ما را به زوال و رکود و به قفامانی برد، این استیلای مغول بود که شما در بارش خواندید، چنگیز خان در بارش شنیدید، فیلم ها گرفتن، البته در چند کشور درباره او فیلم گرفتن، امروز در چندین کشورها مجسمه او را گذاشتن، او را همچون پدری ملت میگویند. اما ما امروز باید در وقتی که درباره چنگیز خان و درباره استیلای دوره مغول حرف میزنیم و اونا میخوایم که به مردممون شناس کنیم، معرفی کنیم، در برابر گفتن اون کشتارهایی که اونا کردن. معلوم است که مثلا اونها زنهای حامله را شکمش چاک میکردن، اونها بعضی شهرها میدادن در یک شهری که 60,000 اهالی 70,000 اهالی بود 17 کس زنده ماند. بعضی شهرها اصلا مثل مرو و مثل بلخ اصلا از بین بردن، شهرهایی که کانونی فرهنگ و تمدن و زبان و دین و آیین ما بودن اصلا از بین رفتن، دیگه به خود نآمدن. نیشاپور، بلخ، سمرقند، خیلی بعضی شهرها دوباره احیا شدن، بعضی شهرها اصلا از بین رفتن، بعضی شهرها به جاش جو میکشتن، شهر خراب میکردن به جاش جو میکشتن. اینها رو در تاریخ و عجیب این که تمام بهترین و بزرگترین مورخان دوره مغول اویغورها نه، خیتایی‌ها نه، دیگر ملت تاجیک‌ها هستند. این باید ما فراموش نکنیم. یکم در هنوز پیش از اینکه مغول‌ها به اینجا آیند در صف جاسوسای چنگیز خان تعدادی معینی تاجیک‌ها کار میکردن، خدمت میکردن. یعنی ما افراد خودی ما از ملت ما در خدمتی که بودن هنوز ناآمده با او راه تجارت باز گذاشته بود، به اینها امتیاز میداد، اینها خبر از اینجا به اون، چون که پیشتر جاسوس ها و اینها در لباس تاجر و قلندر و درویش می بودن، اینها هم کار میکردن و اطلاع برده میدادن. و در همین دوره یک نکته دیگر باید ما بگوییم، اصطلاح و آدم کشی و قتل و جنایت چنگیز به جای خود، اون ما سرچشمه همین دوره میگه که در همون زمانی مغول خودش می نویسد، میگه که زمین از خون تاجیکان گلگون بود. گلگون یعنی سرخ، یعنی زمین از خون تاجیک چنگیز سرخ کرده بود. و عجیب این که از ما وقتی که رشید الدین جامع تواریخ میخوانیم میبینیم که مغول ها تمام سرزمینی امروزی آسیای میانه، افغانستان تا ایران سرزمینی تاجیک مینامیدن. ایران نه، ماوراء النهر هم نه، میگفتن این تمام این سرزمین میگفتن سرزمینی تاجیک. در خود کتابای مغولی است با شکل تاجیک میگفتن. ما چی درس از این دوره مغول؟ ما اگر فقط چنگیز دشنامتیم، اقتای دشنامتیم، نمیدونم چغتای و جوجی و فرزندان مغول ها، مغول و مغول زاده هایی که به سرزمین ما هجوم آوردن، اونها رو فقط اگر دشنام دهیم یا که هولاکو و ما به هیچ چیز نمیرسیم. اونها مردن، در تاریخ رفتن. در ما باید در کتاب، در فیلم به مردم بفهمونیم که اونها اگر آمدن پیروز شدن، اونها 3 دست نداشتن، اونها پاهاشون از ما بیشتر نبود یا سیتگی، اونها مثل ما از نوع بشر یکسان است. چرا پیروز شدن؟ در برابر یک کشوری بسیار مقتدر. شما ببینید سمرقند اون وقت در کجا بود، مغول در کجا زندگی میکرد، یا مرو در کجا، در کدام حالت قرار داشت. کتابخانه های این دوره در یک شهر تا 100-200 کتابخانه موجود بود. در بعض شهرها تا چند هزار حمام وجود داشت. این شهرها از نگاهی ساختاری شهرنشینی از شهرهای همون دوره اروپا یک سر و گردن بالا بودن. شما تصور کنید در همین دوره که مغول ها آمدن در اروپا توالت اون کانالیزاسیون نداشتن، صابون و اینها اینطور در جریان جنگ های صلیبی آموختن، از شرق بردن. انمی تمدن ما خود ما بود. درست چنگیز آمد اما ما خود ما هم سبب داشتیم، سبب بار بودیم. یکی از دلیل های در برابر اتحاد نداشتن ما تاجیک ها، اتحاد نداشتیم، میان همدیگر اختلاف داشتیم. شما تاریخ جوینی رو خوانید، جوینی تاجیک است، پدرش، باباش، همش اینا دبیر و دبیرزاده و شخصیت های بسیار معروفن. وقتی جنگ خوارزمشاهی ها و جنگ غوری ها رو قلمداد میکنه، به تاثیر میکشد، خودش تاجیک است، لیکن غوری ها تاجیک، خوارزمشاهی ها ترک. این جانب خوارزمشاهی ها رو میگیره، جانب تاجیک ها رو نمیگیره.
اینها هم دولت بودن، سلطان داشتن، علاءالدین و سلطان شهاب الدین. و ببینید همین این چیزها رو ما باید بفهمونیم به مردم، برای اینکه آگاهی ما از تاریخ فقط افتخار پوچ نه. ما این داشتیم با این ما هیچ کار. اگر ما از تاریخ فقط افتخار به استخوان‌های گذشته کنیم، به شاعری گذشته، به دانشمندی گذشته، ما از تاریخ گویا خاکستر گرفتیم، هیچی نگرفتیم. شما من یک مثال میارم از این قضاوت کنید. وقتی که لشکر مغول‌ها شهر مرو محاصره کرده بود که گفتم که این شهر اصلا به خاک یکسان کردن، جوینی میگه که در حالی که مغول‌ها در فکر بودن که دیوارهای شهر چخیل ما رخ نکنیم و وارد شویم شهر گیریم، در درون شهر پیروای مذهب ابو حنیفه و شافعی که هر دوشون هم مسلمان و هر دوشون هم اهل سنتن در حالت جنگ بودن. میدونید برای چی؟ برای اینکه اینها یک مناره ساختن. شافعی ها مناره مسجدشون از مناره مسجد حنفی ها کلانتر بود. اینا گفتن که شما چرا مناره رفتن مناره اینا ساخت که باید اینا کتابخانه اینها رو اصلا شهرها رو خودشون خراب کردن. یعنی انمی تعصب خرافات و تعصب مذهبی یکی از علتهای اون که ما در زمان مغول و پیش از مغول این خاک ما رو به باد داد. یکی از بزرگترین ضربه های ما، یکی از دشمن های اساسی ما در زمان تاریخ 1000 سالی گذشته ما تعصب بود. تعصب یعنی خب تعصب میدونید دیگه چی، در اصطلاح روسی اونو فناتیزم میگن. تعصب یعنی بیرونی میگفت که تعصب میگفت چشمای بینا رو کور و گوشهای شنوا رو کر میکنن. تعصب یعنی نادانسته، ناآگاهانه بحث کردن و جدل کردن و به همدیگر چسبیدن. این درسی است که ما باید، من فکر میکنم در همین فیلمنامه ما باید به مردم بفهمونیم که درست چنگیز آمد کشت ما را، زنهای تاجیک تجاوز کرد، هزاران صدها هزار زن، اینها صدها هزار زنها رو اسیر بردن. اینا چیزهایی که در تاریخ هست، وقتی که میخونید شما باور نمیکنید، موی بدنتون راست میایستد از اون فاجعه که اونا به سر ما آوردن. این فاجعه رو با خودی ما تاجیکا نوشتیم، همچون فتنامه مغول ها. لیکن درست در برابر این کاری که اونا کردن ما باید علت ها، عوامل داخلی زوال و انحطاط و پستروی رو باید بیاموزیم. دونیم که کی خیانت کرد، اون خیانت ها کی بودن. ما نمیگیم اونها رو خیانت کنیم، اون مرده هاشون پیدا کنیم دوباره بدار کنیم. خودی همین پدیده خیانت کردن، نرسیدن به قدری همون نعمتی که در دست هست. یعنی ما در اون زمان هر چی که هم نبود سرزمین، من گفتم برای شما حتی سعدی رو ببینید، سعدی هم که در همین زمان زندگی کرده است، همین قلمرو خودش سعدی تاجیک میگوید. یکی از شاعرای کمترین شاعری ما است که خودش میگه من تاجیکم، سعدی است. بگذار به پادشاه بگویند، بگذار به پادشاه بگویند ترکی تو بیرخت خونی تاجیک. خودش تاجیک میگوید. و در شعر دیگه میگه که عرب دیده بود ترک و تاجیک و روم، یعنی در قطار سرزمین عرب، در قطار سرزمین روم و ترک، این سرزمینی تمام حدود آسیای منو و ایران سرزمین تاجیک مینامد. انمین تمدن ما به دست خود ما از دست دادیم. من با چنگیز خان چی جنگ کنم، با چنگیز خان چی دشنام تیم، چنگیز خان مرده است. ما باید در انمین محدوده تاریخی ما باید چی را نشان دهیم که در همون زمان کیها به منافع ملی و منافع مردمی خود خیانت کردن. در اصل نگاه کنید حضور، شکست سامانی رو نه همه میدونند. میتونید که در 2 دقیقه برای ما فهمونید که چگونه شکست خورد همون خودی سامانی رو در نظر گیریم؟ اگر درباره سبب های زوال سامانیان اگر ما اندیشه کنیم، بعضی نفرایی که از تاریخ خیلی آگاهی کم دارن، منابع همو دوره سرچشمه هم دوره نخوندن، فکر میکنن که قراخانیان از حدود ترکستان شرقی، حدود امروزی چین آمدن و غزنویان از حدود امروزی افغانستان یک جای شدن، دولت سامانیان برهم دادن. اما شما منابع تاریخی خود این خیلی نیست. سامانیان نیز با وجود همین خدمت هایی که برای تاریخ و تمدن ما کردن، ما مدیون سامانیانیم. ما چقدر که برای خاندان سامانی گل گذاریم و پیکره سازیم و به نامشون خیابان و دانشگاه چی که کنیم کم است. اونا واقعا خدمت کردن. اما همین سامانیان همشون یک نبودن. ما سامانیانی آخر ببینید چیکار میکنن در برابر مردم خودشون، به خاطر اون که سیستان، ملک سیستان که تاجیک نشین بود، یا که ملک ختلان یا خوارزم، کلمه استان وایس، مثلا افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، اینا اصطلاحی استان تاجیکی است. بله.
اصطلاحات اینا مال خود ما هستن. به خاطر آنکه سیستان یا خوارزم یا ختلان یا مرو از دستشان نرود یا رای چیکار میکردن؟ مردم حاکمان این سرزمین ها سلاله های محلی، سلسله های محلی تاجیکی بودن. یا من این سرزمینی که جوزجان با نام جوزجان امروز در حدود افغانستان با نام گوزگانان معروف بود، به خاطر اینکه حکومتش برای همینا تحمیل کنن بیگانه ها را ترکا را میفرستادن. تمام لشکره به خود مردم محلی باور نمیکردن، میگفتن اینا با ما خیانت میکنن. بیگانه ها رو به خاطر اینکه صداقت کنن غلام می آوردن. غلام هیچی ندارد، او رو از همون یک نفر، یک غلامی که هیچی ندارد، هیچ کس ندارد، اول اسب میدادن، بعد اسب با صاحبی زین میکردن، بعد اون صاحبی 5 نفر 10 نفر تا صاحبی لشکر میشد. همون آخر سری سامانی رو خوردن. یعنی مهمترین دلیل شکست سامانیان نبودن اتحاد بین مضافات تاجیک نشینی همین دوره بود. ما همین دوره میبینیم اتفاقا همین چیز در وقت عرب ها هم بود. عرب ها درست آماده گرفتن. یک وقتی شما میبینید وقتی عرب ها آماده سرزمین ما رو میگیرن، سوق جدا جنگ میکنند، بخارا جدا جنگ میکنند، سمرقند حتی یک دیگر کمک میکردن برای عرب معلومات میدادند. تو این طور کن نازکی‌هاش شما تسخیری همین ضبط ختلان نبینید که بسیار طول کشید، ضبط چغانی نبینید، شما نبینید، تمام فرغانه رو ببینید. اینا اگر اینا مقاومت میکردن، اینها اصلا عرب نمیموندن پاش خدمش به این سرزمین. از همون مرو اون طرفی که در بینشون اتحاد نبود، همین نبودن اتحاد در زمان سامانیان برملا دیده میشه. صدها فاکتور رقم است دلیل است که میان مضافات اختلاف است، میان مضافات ناباوری است و همین امکان داد که سامانیان برهم خورند. اکنون نگاه کنید استاد، یک گفتیم، دو گفتیم، سه گفتیم، چهارم خطا نکنم شوروی. بله. شوروی با ما چی کرد؟ خب ببینید، شما یک سوال بسیار سوال دادید برای من که بسیار دشوار است. میگن که یک عرب های زمان جاهلیت با همین شتر بسیار بودند، با شتر بسیار معنوس بودند، یعنی عادت کرده بودند. شتر بارشون میبرد، خودشون میبرد، شیرش میخوردن، گوشتش میخوردن، پشمش. بعد اینقدر شتر در میان عرب ها معروف بود که میگن از یک عرب پرسیدن که تو خدا رو بیشتر دوست میداری یا شتر؟ بعد در فکر زد. وقتی گفتن چرا بسیار فکر میکنی؟ گفت تو من در بین دو دوست گذاشتی، نمیدونم کدامش انتخاب کنم. شما یک سوال دادید که اگر من حاضر به این سوال جواب بدم، جامعه امروزی تاجیکستان هنوز به این سوال جواب مشخص نداده است. چرا؟ برای اینکه ما یاد داریم، نسل ما یاد دارد که مثلا من اگر متولد سال 70 باشم، یعنی 20 سال آخر شوروی زمانی بهترین شوروی ما عمر بسر کردیم و بعد از اون جنگ شهروندی و این مشکلات زمانی استقلال سر زد تا همین سالهای نزدیک نسل کلانسال ما هنوز بر این باورن که بهترین زمان شوروی بود. البته من به این باور نیستم البته، اما درباره زمان شوروی که 70 سالی حکومت زندگی مردم با او گذشت، خاطرات خوب مردم بسیار دارن. اما من کار ندارم با منافع شوروی و حزبی کمونیستی. این من از نگاه یک مورخ به این مسئله نگاه میکنم. ببینید حکومت شوروی 70 سال در ما 70 چند سال حکومت کرد، اما تنها 20-25 سال این زمانی آخری شوروی مردم یک زندگی خوب و آسایشته داشتن. ببینید شوروی یکمین که خودی همین انقلابی که البته امروز اون انقلاب نمیگویند، در روسیه و در تمام کشورهای سابق شوروی همین حادثه‌ای که سال 1917 رخ داد این تبدلات میگویند. اما کار ندارم با تبدل، با هر چیزی که است ما نتیجهش میگوییم. یکم چیزی بدی که شوروی برای ما داد، آزادی وجدان، یعنی اعتقاد به دین و آیین از مردم گرفت. دین و آیین مردم از به هم اول به مسخره گرفت، نه تنها در میان تاجیکا، نه تنها فقط برای تاجیکستان، نه عموما نظام شوروی نظامی ضد دین بود، نظامی که در آیینی همون در آیین نامه حزب کمونیست بود که باید کمونیست یعنی اتئیست باشد، یعنی همون بر ضد خرافات دینی مبارزه، بر ضد عنصرهای دینی مبارزه برد. و ما اینو در 70 سال حکومت شوروی دیدیم. همون وقت همون زمان اونها روس میگفتن یا که دیگر چیز بود؟ نه، اون زمان اصطلاح کمونیست مشهور بود. یعنی میگن یک روش کردن که گویا که اگر ما همه مردمی اکثرا کوهستان هستیم، گویا که
اومدن چوپان ها رو کشتند رمه بی صاحب موند بعد هر کس رو پراکنده کرد ما همین مسئله رو میخوام بیان کردن یکم این که شوروی یکم با آیین مردم با اتحاد مردم جنگید و بیرحمانه هم جنگید هزاران مسجد خراب شد مدرسه ها کتاب چی ضرر دارد هزارها جلد کتاب اینا به آتش کشیدن و علمای ما هم همین ها بودن بله دوم شوروی یک جنایت دیگری کرد این بود که نظام کمونیستی که بهترین فرزندان این خلق از بین برد اول در سالهای اول به یک گروه مردم که از طبقه پایین بودن تکیه کرد اونها رو سری کار آورد بعد شروع شد تعقیب همون روشنفکران نفری که در مدرسه خواندن شاید از 100 نفری که مدرسه بخارا و سمرقند و تاشکند و قوقند و بلخ و اینجا رو خوانده بود از همین 100 نفر یا که در زمان هندوستان هم خواندن میرفتن از 100 نفر شاید 10 نفر باقی ماند 90 نفر دیگر با جرم های گوناگون با دشمنی خلق اینا از بین بردن دیگر با همین جرم مردم دیگر سالهای 30 بدرقه کردن یعنی به تبعید میگویند یعنی به قسمت سیبیر بردن و 70-80% اون مردم هم تلف شدن در اون خونکی یک دیروز در یک برنامه بین المللی دیده بودم که اونجا نه تاجی گفت نه چی گفت سمرقند یاد آورد که همون مردم بردن در همون خونکی ها و بله هزاران نفر این صدها میلیون ها را قتل کرد باز به همین فیلم باسمچی ها رو حتی باسمچی هم فراموش نکنید خب ببینید این بعد حرکتی که در مقابل شوروی ببینید باز میگن که حکومت شوروی حکومتی بلا منازع نبود یعنی همین خیلی آمد مردم همه قبول کردن نه ببینید شما ما تا سالهای 30 اگر حکومت شوروی سال 17 آمده باشد 17 و 18 تقریبا 10-12 سال دیگه مردم در مقابل شوروی ابراهیم بیگ تا سال 31 جنگید در بعضی منطقه های تاجیکستان تا سالهای 31 تا زمان جنگ حتی جنگ دوم جهان مردم مقاومت کردند مردم چرا چون از رژیم از عملکرد رژیم ناراضی بودند و سیوم جنایتی که مخصوصا برای ما تاجیکا کرد این بود که در همین تقسیماتی که در سال 24 شد نه منفیتی ما به این آمد گرفته شد نه اصلا پرسیدن از ما که شما میخواهید همین یا نمیخواهید یک تقسیماتی گذراندن که در تاریخ با نام تبر تقسیم مشهور است شما ببینید امروز در آسیا میانه یگان همسایه کشوری ما نه تنها ما بین همدیگر بی پرابلم نیستیم یک تقسیمات خصوصا برای سرحد در سرحد در جابجاگذاری شهرهای منطقه‌های یک مردم به دیگه در همون زمان من بسیار افسوس میخورم برای کسایی میگفتن که اینها کردن یا فلان ها کردن نمیدونستن این گپ افسانه است شما کتاب شیشوف خونید 14 سال قبل از تقسیمات ملی سال 1910 چاپ شده است این کتاب اون در اونجا گفته میشود اهالی شهرها در کجا کی زندگی میکنن یعنی این آگاهانه دیده و دانسته بود و چهارم جنایت اینها این بود که خط ما رو از ما گرفتن خطی که مردم 1000 سال مینوشت شما تصور کنید ما به خاطر اینکه عمق همین جنایت عمق همین فاجعه به مردم گفته شود من چی برایشون میگم شما تصور کنید ما حاضر در زمانی که اینقدر مکتب در تاجیکستان است اینقدر کامپیوتر داریم اینترنت تمام مکتب ها ما تقریبا معلم دارن یعنی ما اگر مقایسه کنیم قابل قیاس نیست معلمای حاضر مکتب با وجود همین کاستی‌هاش ما اگر حاضر پیشنهاد کنیم که به الفبا تغییر دیم صرف نظر از اینکه به کدام خط تغییر دیم به لاتینی تغییر دیم گشته به عربی برگردیم یا خطایی کنیم من نمیدونم کدام میگن که شما چیکار کرده استاد این کار این میدونی چقدر خراج شما تصور کنید ما درباره کدام عصر گپ می‌زنیم درباره این عصر انکو شما تصور کنید در دوام 12 سال حکومت شوروی الفبای ما رو 2 بار تغییر میدهد هیچ کس هم نمیپرسد الفبای ارمنا رو تغییر نمیدهد الفبای گرجی ها رو تغییر نمیدهد الفبای ما رو تغییر میدهد مجبورن و اینو ببینید در زمان شوروی و حاضرم بعضی آدمای ناآگاه میگن که این کار استاد عینی کرد بیچاره استاد عینی خط تا آخری اون با خط عربی مینوشت اون چی گناه داره اگر در تاجیکستان که در ازبکستان که کرد در ترکمنستان در آذربایجان که کرد یعنی خط ما رو تغییر داد مردم بی سواد شد در دوام 12 سال این در هیچ جای دنیا نشده است که در 12 سال یک الفبای خلق اول گیرید لاتینی کنید بگید نشد بگیرید کریلیک کنید این 4 جنایتی که واقعا گوش نشنید بودن البته استاد بخشش میپرسیم هنوز هستند شاید در داخل تماشابینان ما محبت دارن نسبت به همون دوره شوروی و اگر که خطا نکنیم لنین و دیگر چیز
بخشش میپرسه. این فقط تاریخ است. ببینید حافظ میگه که ای به من وقتی که بگفتی هنر من بگو. من این فکت های تاریخی رو گفتم، هیچ کس این کار نمیکنه. شوروی در چند مسئله دیگر خدمت کرد برای ما. یکم خدمتش این بود که هرچند در حدودهای خیلی کوچک اما یک جمهوری با نام تاجیکستان تأسیس شد، داده شد این خدمت. همین وقتی که خط الفبا رو چی کردن، تغییر دادن، شوروی در مسئله فرا گرفتن مردم به دانش خدمتی بی‌نظیر کرد. یعنی دانش، سواد دسترسی همه شد. ما در سالهای 60 علاقه بیش از 90% مردم با سواد شدن با همون خطی که نفت شد مردم. این خدمت هست. خب تندرستی، یعنی در ما با در تمام قلمرو تاجیکستان بیمارستان ها پیدا شدن و وقتی که وبا می آمد، مثلا وبایی که استاد عینی تصویر میکنه، یا سال 1920 وبا آمده بود، وقتی که وبا می آمد بعضی شهرها و دیها اصلا از بین میرفتن، مردم هم میمردن. تندرستی که شوروی در اینجا به میان آورد واقعا بینه در یک مدت کوتاه تندرستی در یک به سطح رسید که دیگه وقتی که وبا می آمد این دیگه یعنی مشکل نبود. مردم یعنی واکسیناسی میشدن و بعد دیگر راه‌ها ساخته شدن، مکتب‌های عالی ساخته شدن. خب در اون زمان ما از تاجیکستان شوروی فقط همین 3 شهر به ما داد: خوجند و کانیبادام و استرافشن. 3 شهر برای ما. نه دوشنبه نبود. در یک مدتی برای تاریخ نه چندان طولانی خود شهر دوشنبه محصول زمانی شوروی است. خب نورک، خب شهر کولا، شهر قرغان تپه و شهرهای دیگه ساخته شدن، شهر چیکالوفس، 10 شهر دیگه به میان آمد. خب با وجود همه اینکه محدودیتاش خودشناسی تاجیکا در آخر زمان شوروی سال 70-80 بالا رفت و این چیزی که ما امروز نشستیم امروز و این تاجیکستانی که امروز ما داریم اینم همون محصول زمان شوروی است. یعنی همین با همین حدودهایی که ما اینا از زمان شوروی گرفتیم. اگر همون تاجیکستانی تأسیس داده سال 1924 و 29 نمی بود، ما سال 1991 به استقلال نمی رسیدیم. اینا خدمت هاشان، ما خطاهاشو گفتیم، خدمتاشو هم گفتیم. تعریف و از سال 70 همین سال 70 شاعرها و دانشمندان ما با سرودن آثاری در زمینی تاریخ و افتخار تاریخی شروع شد خودآگاهی ملی، مبارزه برای زبان، مبارزه برای فرهنگ، مبارزه برای خودشناسی، احترام کردن تاریخ و همین عوامل همش دست به دستی هم دادن که ما در سال 1990 پس هیچ چیز کردیم. یک پرچه شعری یادتون باشد میگو قصه مرغ سمندر نزد من افسانه نیست. ما برمیگردیم به اصل مطلب. یعنی ما از تاریخ 2500 سال حاضر مفصل بسیار به تاریخ مختصر یادآوری شدیم. همین برای چی است؟ برای اون است که در زمینه آثار تاریخی، در زمینه حافظه تاریخی ما خودآگاهی و خودشناسی ملت بیدار کنیم. ما با مردم بگوییم که همون بیت مصرعی معروفی که در همون سرود ملی ما هست: زیدوری زمانه ها رسیده ایم، به زیر پرچمی تو صف کشیده ایم. یعنی همین راهی طی کرده ما فراموش نکنیم. فراز و نشیب داشتیم ما در این طول 2.5-3 هزار سالی که ما همچون ملت عرض هستی کردیم، همچون خلق بعد ملت، امروز هم خدا را شکر دولت داریم، بسیار فراز و نشیب های زیاد پس سر کردیم. ما باید از سبق تاریخ باید درس گیریم. ما باید از خطایی که در گذشته کردیم اون خطا رو بدانیم و من بعد اون خطا رو تکرار نکنیم. ما دانیم که همین میراثی که به ما آمده رسید این امانته. ما اینو باید امروز نگاه داریم، قناعتی بیشتر بخشیم وابسته به زمان امروز، با میراثی به فرزندان و به وارثانمون یک دولت، یک فرهنگ، اون طوری که اونو با ما ماندن، ما هم چیزی به آیندگان بمانیم. و وظیفه ماست که در زمینی همین آثار زیاد و آثار بی‌نظیر تاریخی، یک فیلم نه دلوار، ما هر دورش میتونیم 10 فیلم کنیم. در زمینی تاریخی ما و داستان‌های ما 100 فیلم میشود ایجاد کرد و غرض همین این یک است: بیدار کردن خودآگاهی مردم و همین اندیشه که مردم باید امروز در این سیل جهانی شوی که تمدن‌ها رو فرو برده است، بعضی زبان‌ها از بین رفته شده است. ببینید ما چیزایی که 20 سال پیش داشتیم بعضی چیزا امروز نداریم. 20 سال پیش
در خاندان‌های ما 20 سال پیش افسانه میگفتن. امروز تکنولوژی و اینترنت و این چیزا از تلویزیون از بین برد این چیزا. امروز هم بسیار جنبه‌های فرهنگی ما در معرض تهدیدند. زبان، خودآگاهی، اینها رو ما فولکلور، اینها رو ما باید، چون خدا رو شکر هر چی که هم باشد استقلال داریم و زبان اکثر بلال میکرد دوستان. در آن بابت زبان چندین بار گفتیم که خواهش کردیم که حتما با فرزندان تاجیکی گپ زنید. حاضر یک نمود بین مردم معرفی شده است، ناوی تاجیک شو میگویند. تاجیکانی ناو کی راستی همه میدونند، تاجیکی نمیدونند. فرزنداشون با کل با جز سلام و خیر دیگر همه روسی، لیکن گپ شو زنید ملال میکنند. یک مسئله دیگر ما باید فراموش نکنیم، ما این خاصی البته بیشتری زبان است، لیکن یکی از ویژگی های زبانی ما است که ما لهجه های گوناگون داریم. لهجه کابلی هست و بدخشانی هست و در افغانستان هراتی است. در ما هم اینجا لهجه گوناگون داریم، لیکن باید ما فراموش نکنیم زبانی ادبی کلاسیکی ما همون زبانی که رودکی شعر نوشت و سعدی نوشت تا احمدی دانش و استاد عینی. ما اگر خواهیم که به زبانی دولتی احترام گذاریم، باید زبانی معیار را باید رعایت کنیم و زبان یکی از رکنهای اصلی ملت است و ما باید بران کوشیم که امروز همین این مقدسات ملی را ارج گذاریم، غناوتی بیشتر بخشیم و نگذاریم که به باد فراموشی سپرده شود. بسیار خوب، تشکر که وقت خود را در ایر نداشتید، آمدید دعوت ما را قبول کردید. حرکت ما هم چنین است، ده ها نویسنده کتاب تاجیکان نوشتگی است، شاید باز زیادتر باشد، اما وقتی که تاجیکان میگیم کتابی بابا جان غفورов یاد میارد و شاید تا این دم روز فیلم کردن نکردن نمیدونیم، اما حرکت ما چنین است که فیلم تاجیکان کنیم. سر و سیمه نیستیم، چون گفتیم 5 سال هم گذرد، اما وقتی که فیلم تاجیکان گویند که همین فیلم پیش نظر رفت. تشکر از شما، خدا نگهدار.